سلام بچه‌ها، خوش اومدین یه ویدیو دیگه با من و البته دوستم. بریم که به سوالای شما جواب بدیم. تا جایی که تونستم جدا کردم. خیلی از سوالات تکراری بود، ولی خب اگه بازم چیزی جا موند حتما بهم بگین، تو قسمت بعدی براتون میذارم. موهامم دو مستی بستم، عاشقشم، خیلی قشنگه. خب اولین سوال، اگه برمیگشتی به عقب چه کاری رو انجام نمیدادی، چه کاری رو انجام میدادی؟ من اگه برمیگشتم عقب قطعا حال یه سریا رو بیشتر میگرفتم. نازنین عزیزم، یه بیوگرافی از خود. اینو باید مثل اینکه سوال اول میذاشتم، ولی خب خیلی همه پرت و پلاه. نازنین هستم، اصالتا شمالیم، انزلی رشت، یعنی هم انزلی بزرگ شدم هم رشت بزرگ شدم. بندرعباس به دنیا اومدم دیگه. متولد 73 ام، اردیبهشت ماهیم، آرایشگرم، انگلیس زندگی میکنم دیگه. فکر میکنم همین دیگه نمیدونم چه چیزی باید بگم. چرا عشق ابدی 3 قسمت 11 دیگه توی ایران بارگذاری نمیشه؟ بچه خیلی تون بهم اینو گفتیم، ولی فکر میکنم VPN نیاز داره. نمیدونم جریان چیه. البته خب دیگه شرایط اینترنت ایران، من تا جایی که بتونم همه قسمت ها رو میذارم تو پیجم. فکر میکنم این چند قسمت اخیر رو مثلا 11 12 13 14 رو گذاشتم توی تلگرامم. تا جایی که بدونم همه قسمت ها رو براتون گیر میارم، حتما میذارم. اصلا نگران این موضوع نباشین، من هستم. سخت‌ترین لحظه‌ای که تو برنامه تجربه کردی کدوم بود؟ ببین لحظات سخت خیلی زیاد داشت، نمیتونم بگم کدوم سخت‌تر بود. لحظات سخت خیلی زیاد داشت. ببین میدونین چجوریه؟ انقدر اونجا فشار روته، انقدر حتی اگه خودت بحث نکنی، انقدر که مثلا بحث و جنجال و دعوا بود، خواسته یا ناخواسته روی اعصابت فشار می آورد. یعنی آروم ترین فردم باشی، نمونهش خودم. من واقعا آدم آرومیم. یعنی خواسته ناخواسته هر کاری کنی به اعصابت، به روانت فشار میاره، اصلا دیوونه میشی علنا. نوشته تو برنامه رفتار بچه ها از این بدتر هم میشه. تازه اولشه، واقعا تازه اولشه، هنوز اتفاقی نیفتاده. نوشته از پشت صحنه دخالت میکردم بینتون. بچه من خودم دلیلی که رفتم تو این برنامه، فکر میکردم که مثلا از پشت صحنه بهت میگن چیکار کنی چیکار نکنی. خیلی برام جالب بود، یعنی اصلا دوست داشتم، میخواستم ببینم چجوریه. ولی وقتی رفتم اونجا دیدم مثلا اصلا نمیگفتن که چی کار کنین چی کار نکنین. یعنی انقدر اونجا بحث و دعوا و جدال بود که بعضی اوقات از پشت صحنه میومدن میگفتن اینجا عشق ابدیه، یکم به هم محبت کنین، یکم مثلا عشق بدین به هم دیگه، اینقدر دعوا نکنین. یعنی همه خود واقعیشون بودن. یعنی هیچکی، من میتونم بگم اونجا ادا در نیورد، همه خود واقعیشون بودن. اونایی که باهات الان خوب هستن یه روزی باهات بد میشن. اینو ترجیح میدم خودتون نگاه کنین. همه آدم‌ها عوض میشن، هیچکی همونطوری که هست نمیمونه. همه آدم‌ها عوض میشن. خیلی خلاصه و مختصر گفتم بهتون. نوشته کیو اگه میتونستی تو ویلا میزدی؟ خیلی رو اعصابت بود، حرفاش کاراش خودش. ببین من تقریبا با همه دوست بودم، فقط با یکی دو نفر اونجا خیلی مشکل شدید داشتم که فکر میکنم مشکلامونم همونجا. انقدر که بچه ها همه خودشون بودن، آنست بودن، نمیتونستم برم پشت طرف بگم بعد میان تو روی طرف بهشون گفتیم بدمون میاد. من خودم از یکی بدم میومد، تو روش بهش گفتم ازت بدم میاد. یگانه راست میگه که شما براش صبونه و غذا واقعا یعنی چی یگانه راست میگه شما براش صبونه و غذا نمیذاشتین؟ بچه من براتون یه دونه پشت صحنه ویدیو گذاشتم که ما سالن غذاخوری داشتیم، تایم غذا داشتیم و غذا دست ما نبود، خودشون غذا میدادن، میرفتی میخوردی، اصلا هم اجازه نمیدادن کسی غذا برای یه نفر دیگه بیاره بیرون. اگه میرفتی میخوردی، اگه نمیرفتی خب غذا بهت نمیرسید. و اونجا هم کلا یه وعده غذا بود، یعنی صبحونه و شام خودمون درست میکردیم. یه ویدیو هم دیدم از این خانم که گذاشته بود بچه‌ها سهم منو میخوردن، من از پشت صحنه برام غذا می آوردن. این اصلا خیلی مسخره است. این حرف از هر کس دیگه بپرسیم بهتون میگه، چون اصلا اونجا سهم نبود، اونجا غذاخوری بود، سلف فود. میرفتی غذاتو میخوردی، اگه نمیخوردی هم دیگه اصلا تایم داشت دیگه تایمش تمام میشد بهت غذا نمیدادن، اجازه هم نمیدادن هیچ کسی برای کس دیگه بخواد غذا بیاره بیرون. و
یه چیز دیگه، یه ویدیو گذاشته بود که غذا درست کرده بودن و اینا. اون صبحونه و شامی بود که هر کی بر خودش نیمرو و سوسیس و این چیزا درست میکرد، همه با هم نشستیم میخوردیم. مثلا اون ویدیو رو دیدم خندیدم دیگه. الان با کدوم یکی از الان با کدوم بگه های ویلا احتمالاً بچه الان با کدوم یکی از بچهای ویلا دوستی، هم دختر هم پسر؟ من تقریبا با همه دوستم، تقریبا آره، غیر فکر می‌کنم 2-3 نفر تقریبا با همه دوستم. واقعا خجالت نکشیدی که بیننده رو واقعا خجالت نکشیدی که بیننده رو خر فرض کردی؟ حیف، واقعا حیف. نه، من بیننده رو خر فرض نکردم. بیننده رو فرض کردن که اصلا از بیرون کاپل بودن اومدن داخل و هیچ چیزی نگفتن. تو دخترها کدومش تمیز بود و همیشه بوی خوب میداد؟ بچه من هیچ کثیفی از هیچکی ندیدم، یعنی میتونم بگم همه تمیز بودن، همه به وقتش دوششون رو میگرفتن، اصلا واقعا همه تمیز بودن. این که این بو میداد اون بو میداد واقعا مسخره است. من اصلا چنین چیزی ندیدم، اصلا خنده داره این چیزا به خدا. همه بچه ها ماه بودن، همشون تمیز بودن. بچه ها کانال تلگرام هی اینو اونو از من میخواین، من خودم کانال تلگرام خیلی ها رو ندارم. تو بایو پیج هر کی بریم، طرف بخواد یوتیوب داشته باشه، تلگرام داشته باشه، اصلا هر چیزی که داشته باشه تو بایو پیجش یه سری لینک ها از حتی خودم، اونا رو بزنین. تلگرام من از، یوتیوب من از، تیک تاک من از، همه رو میتونین جوین شین. یه دونه لینک میزنین روش، هر چیزی که داری بالا میاد. میتونین تو همه اونا، تو بایو پیج هر کسی، شخص خاصی که مد نظرتونه، برین جوین شید. و نازی با تینا قهری به نظرم تو برنامه باهاش دوست بودم، تو برنامه آره، ولی نه الان نه، یعنی رابطه ای ندارم. سلام، من سوالم راجع به ویلا نیست، دوست دارم مهاجرت کنم دیگه، ایران جایی واسه زندگی. بچه‌ها خیلی راجع به مهاجرت و اینا ازم پرسیدین، اینو ترجیح میدم حالا یا جداگونه باهاتون حرف بزنم یا یه ویدیو دیگه درست کنم، ولی اینجا به نظرم جاش نیست، چون اینجا من یه سری سوال جواب گذاشته بودم برای یوتیوبم راجع به برنامه یا راجع به این چیزا. دوست ندارم راجع به این مورد بخوام صحبت کنم. یه سری یعنی خیلی سوال بود، ولی الان تایمم 10 دقیقه بیشتر میشه، میخواستم تو 10 دقیقه تمومش کنم. دوباره براتون ویدیو میگیرم، دوباره یه ویدیو دیگه براتون میذارم. و اینم میخواستم بگم این کک و مک ها رو میبینین، این کک و مک های خوشگل، براتون یه ویدیو گرفتم که آموزش اینم براتون بذارم. میبوسمتون، دوستتون دارم، تا ویدیو بعدی، خداحافظ.